الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة و السلام علی عبده و رسوله حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست، چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست. گرچه شیرین دهنان پادشاهانند، ولی او سلیمان زمان است و خاتم با اوست. روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک، لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست. خال مشکین که بدان عارض گندمگون است، سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست. دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران، دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران. چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست. با که این نکته توان گفت که آن شیرین دل کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست. حافظ از معتقدان است گرامی دارش، زان که بخشایش بس روح مکرم با اوست. صلواتی محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. برادران و خواهران گرانقدر، اساتید و سروران بزرگوار، سماحت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قزوینی، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. قبل از اینکه بحث امشب رو شروع کنیم، برای اینکه دوستان بیشتر به عظمت امشب پی ببرن، شرح رحلت نبی مکرم اسلام رو از زبان امیر خطبا شاه ولایت حضرت امیر مؤمنان علیه السلام خدمت دوستان از کتاب نهج البلاغه قرائت خواهم کرد که می‌فرماید: راز بگشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. با تو واگو آنچه غفلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. ای علی، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای. حضرت در خطبه 197 نهج البلاغه می‌فرمایند: هنگامی که رسول خدا جان سپرد، سرش بر سینه من بود. بر دستم جان از تنش به در شد. آنگاه من آن دست را جهت تیمم بر چهره خود کشیدم و عهده‌دار غسل او شدم. فرشتگان نیز یاریم کردند. پس خانه و خانگیان همه به شور و شیون افتادند و گریه ها کردند. فرشتگان دسته دسته از آسمان فرود می آمدند و بر او نماز می گزاردند و باز می گشتند. و همهمه جانگداز آن شب هیچگاه از گوشم به در نمی رود. این شرح لحظات آخر زندگی پیامبر بزرگوار اسلام از زبان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام که همین جوری که برادر بزرگوارم حاج آقای قزوینی فرمودن،
پشت پرده ها رو به زیبایی می‌دیدند. فرشتگان از آسمان فرود آمدند که بر پیغمبر نماز بگذارند. حالا این یه مقداری عظمت امشب رو بیشتر برای دوستان روشن میکنه. حالا قبل از این که میدانید دوستان، وقتی که در مورد یک شخصی که از دنیا میره میخوان بپرسن، معمولاً از اون افرادی که در لحظه فوت بالای سر اون میت بودن سوال میکنن. دیدید بعضیا میگن دیدیم این خدا بیامرز لبخندی زد، بعد مثلا بلند شد ایستاد تعظیمی کرد، یا هر حالتی که بوده، و ما اینو برای همدیگه نقل میکنیم، میگیم بله تعریف شده، نقل شد که فلان شخص وقتی که از دنیا میرفت یک همچین اتفاقی افتاد. من میخوام ببینم که دوستان عزیز که سالها در مجالس مختلف شرکت کردن این جمله حضرت علی علیه السلام رو دیده بودن یا شنیده بودن، یا این برای اولین بار بود که دوستان این رو میشنیدن. واقعا اولین بار؟ بله. این میدانید دوستان نشانگر چیه؟ نشانگر این استش که حضرت علی علیه السلام و پیغمبر ما همون جوری که در زمان خودشان غریب بودن، در بین ما شیعه هم غریبن، که ما بعد از این همه سال جملاتی به این زیبایی رو ممکنه خیلی ها برای اولین بار میشنون. برای اینکه این کتاب نهج البلاغه که یک کتابی شاید 300 صفحه بیشتر نباشه، ما انسانها رو از آثارشان میشناسیم دیگه. انسانهایی که از بین ما رفتن، اون آثاری که بین ما باقی گذاشتن، ما باید اونا رو از اون طریق بشناسیم، تنهاشون نگذاریم. خب این یه بیدار باشی بیشتر برای خود بنده است، چون ما گاهن وقتی که دوستان دور هم جمع میشیم میپرسیم، میگیم ای کاش یه کسی بود که میگفت سال آینده اقتصاد دنیا به چه سمتی میره. اگه یه نفر بود که میتوانست پیش بینی کنه چقدر خوب بود، چقدر ما میتوانستیم استفاده کنیم. پیامبر بزرگوار آمده تمام آینده زندگی ما رو برای ما تبیین کرده، روشن کرده، ما نمیخوایم دنبالش باشیم. حالا در همین خطبه بعد، خطبه شماره 198، حضرت میفرمایند خداوند پاک حضرت محمد صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد راهنگامی برانگیخت که فرجام و پایان جهان نزدیک است و آخرت آهنگ آمدن می نماید و گیتی پس از درخشندگی و تازگی تاریک و مردم در آن آزار و بسترشان ناهموار شده و زوال و نیستی را گردن نهاده بود. خداوند پیامبر خود را که پیک رسالتش و مایه ارجمندی ملتش و بهار سبز و خرمی برای مردم زمانش بود، برای سربلندی و سرافرازی یارانش فرستاد. یعنی پیغمبر، خداوند پیغمبرش رو از زبان حضرت علی علیه السلام میفرماید پیغمبر رو به این جهت فرستاد که مردم، مسلمان ها، کسانی که پیرو این پیغمبر هستند، به سربلندی و سرافرازی برسن. حالا چجوری این رو میشه ما بهتر بفهمیم که پیامبر وقتی آمد چه پیامی آورد که باعث سربلندی و سرافرازی مسلمانان خواهد شد؟ خداوند در قرآن مجید میفرماید و لقد من الله علی المؤمنین. خداوند بر مؤمنین منت گذاشت. خداوند این همه زیبایی ها، این همه نعمت ها رو که برای بشر فرستاده، هیچ وقت نفرموده که من بر شما منت میگذارم. البته منت به معنی خیر زیاده، خیر فراوانه. اون معنی مجازی که بین ما مصطلح هست، اون معنی دومش هست که میگن مثلا شاید یک شخصی به شما یک خیری میرسانه، بعد دنبالش همش گفتگوش هست، بعد شما میگید چقدر شما منت میذارید.
اون معنی دوم این کلمه است. منت از من میاد، یعنی خیر فراوان. و لقد من الله، لا یعنی به راستی، قد یعنی حقیقتاً، یعنی خداوند با دو تا قید میفرماید به راستی حقیقتاً خداوند بر مؤمنین منت گذاشت. اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، وقتی که از بین اونها یک پیامبری رو فرستاد که چیکار کنه؟ یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که به اینها آیات خداوند رو برسانه. پیغمبر بزرگوار خود یک آیتی است. وقتی که خداوند یک وعده هایی به انسان ها میده، اگر انسان ها بخوان مطمئن بشن که آیا این وعده ها به حقیقت میپیونده، میشه از خداوند طلب آیه بکنن، طلب نشانه بکنن، بگن خدایا اگر قراره مثلا شما بهشتی برای ما فراهم کردی، یک نشانه ای به ما بده. خیلی از پیامبران این کار رو میکردن، به خداوند میگفتن خدایا ما میدانیم که شما همچین چیزی برای ما داری، یک نشانه ای رو از اون به ما اینجا نشان بده. خداوند پیغمبر رو به عنوان اون نشانه بین بر مردم فرستاده، نشانه رحمت. این خیلی از ما ممکنه فکر کنیم که آیا خداوند که میفرماید من بر نفس خودم رحمت نوشتم، این چه شکلیه؟ خداوند میفرماید این آیش، این نشانش. اصلا استخاره که ما میکنیم یعنی همین، طلب خیره کردن، طلب نشانه کردن که آیا اگر این اتفاق قرار خوب بیفته خدایا یک آیه‌ای به ما نشان بده. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، من یک نشانه‌ای برای شما فرستادم که این رحمتی است برای جهانیان، نه برای مسلمانان، نه برای اهل کتاب، برای جهانیان. و انک لعلی خلق عظیم، و این نشانه دارای یک خلق عظیمی است. حالا این خلق عظیم آمده که انسانها رو به اون جایی برسانه که هیچ چیز دیگه‌ای نتوانسته تا به امروز برسانه. فقط ما باید مواظب باشیم که راه رو گم نکنیم، دنبال روی کنیم. وقتی که این بزرگواران میگه فلقد رآه بالافق المبین، اینها تمام اون هورایزن در وسیع ترین نوع خودش دیدن. یعنی همون چیزی که ما دوست داریم در مورد اقتصاد فرض کنید، بگن خانه ها در سال آینده در اورنج کانتی 30% مثلا افزایش قیمت پیدا میکنه حتما. پیغمبر میفرماید من میدانم چی میشه، سرنوشت شما چی میشه، من پیدا کردم. اگه میخواید بدانید کجا باید برید، کجا باید سرمایه گذاری کنید، دنبال من بیایید. حافظ میفرماید من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره ای بودم و عشق تو مرا بالا برد. هر که را جام ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. پس اگر انسان میخواد بالا بره باید دنبال این بزرگواران، به خصوص خورشید آسمان نبوت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب دوستان، انسان برای رسیدن به کمال نیاز به آزادی داره. انسان ها از ابتدای تاریخ همیشه به دنبال آزادی بودن و آزادی یکی از گران قیمت ترین چیزهایی که انسان فکر میکرده نعمتهایی است که براش وجود داره مد نظرش بوده. حالا چرا انسان ها اینقدر به آزادی اهمیت میدن؟ هر چیزی که کمیاب باشه، مثلا طلا یه سنگه ولی چون کمیابه قیمتی است، قیمت پیدا کرده.
آزادی همچون در طول تاریخ انسانها کمتر بهش دست پیدا کردن، ارزش بیشتری برای انسانها پیدا کرده. هیچ مرامی، هیچ مذهبی تا به حال به زیبایی پیغامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله بر ما آوردن آزادی رو برای بشر تبیین نکرده. منتها انسان ها وقتی که اسم آزادی میاد فوری ذهنشون به سمت آزادی سیاسی میره. آزادی سیاسی یک فرع از آزادی است، بلکه آزادی معنیش یعنی این، یعنی نبودن مانع برای رشد. همه جانداران در دنیا برای رشد و تکامل به آزادی نیاز دارن. اگر حتی گیاهان، حتی جانوران، اگر اینها آزادی مانع وجود داشته باشه و آزادی نداشته باشه نمیتوانن رشد کنن. مثلا یک گیاهی اگر نور خورشید بهش نتابه این نمیتوانه رشد کنه، یک مانعی وجود داره، آزاد نیست. منتها خداوند آزادی گیاهان و جانوران رو مجانی در اختیارشون قرار داده، ولی از اون جایی که انسان‌ها مسئول هستند، از اون جایی که انسان‌ها اختیار دارن، باید خودشون دنبال آزادی برن و آزادی خودشون رو کسب کنن. آزادی که اسلام معرفی میکنه دو قسمت داره. یک آزادی معنوی است، یک آزادی اجتماعی. آزادی معنوی یعنی اون آزادی که خود انسان از نفس خودش آزاد باشه، که اولین پیامی است که خداوند توسط رسولش، توسط امامها برای ما فرستادن. انسانی که درگیر شهواته، انسانی که درگیر خرافاته، انسانی که درگیر شکمه، این انسان نمیتوانه آزاد باشه. این انسان اسیره، نمیتوانه در اون راهی که خداوند براش تعیین کرده جلو بره، چون همیشه این بندهای اسارت میاد جلوی ذهنش، جلوی فکرش رو میگیره و نمیذاره به اون درجه تکامل برسه. معمولاً انسان ها با سه چیز در مبارزه هستن در طول زندگی. یک، با طبیعت، با گرما، سرما، جانوران، امراض مختلف که در طبیعت وجود داره. انسان سعی میکنه که بر اینها غلبه کنه. این یک. دو، انسان ها با موانعی که خودشون برای خودشون فراهم میکنن در مبارزه هستن. یه عده میخوان استعمار کنن، استثمار کنن، یه عده نمیخوان، باید با این مبارزه کنن. ولی از همه اینها مهمتر مبارزه است که انسان با نفس خودش داره. اون نفسی که انسان رو به راه غلط سوق میده و تشویق میکنه، انسان باید با اون مبارزه کنه. وقتی که انسان پیروز بشه بر اون نفسش، بعد به آزادی معنوی میرسه. به همین جهت در شب‌های گذشته خدمت دوستان عرض کردم احساساتی که خداوند در وجود ما قرار داده احساساتی است که برای غلبه بر یک سری چیزها، برای اشتیاق به یک سری چیزها، مثلا احساس گرسنگی که انسان اشتیاق به غذا پیدا کنه، اون احساس پرخاشگری که در انسان وجود داره برای رسیدن به آزادی است. اون احساسی که انسان رو عصبی میکنه برای رسیدن به آزادی است. چون خداوند میفرماید برای رسیدن به آزادی انسان باید کافر باشه و انسان باید مؤمن باشه. نمیشه یکی از این دوتا. اون چیزی که جهان غرب امروز میخواد اینه که انسانها یا کافر باشن یا مؤمن باشن، هر دو رو نداشته باشن. خداوند میفرماید فمن یکفر به طاغوت، میگه انسان اول باید کافر باشه به طاغوت برای رسیدن به آزادی، بعد و یؤمن بالله،
بعد ایمان داشته باشه به خداوند. یعنی وقتی که ما میگیم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی اول کفر بورزید به همه چیزهای دیگه، بعد ایمان بیارید به خدا. پس انسان برای رسیدن به آزادی معنوی نیاز داره به اون احساس عصبیت، به اون احساس پرخاشگری که به همه چیز اون چی که ما سوی الله هست کفر بورزه و بعد به خداوند ایمان بیاره. مولوی میفرماید کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت وا کند. زان جهت پیغمبر والا نهاد، نام خود وان علی مولا نهاد. چون اینها آمدن که اون بند رقیت رو، بند اسارت رو از پای ما باز کنه، ما رو به آزادی برسانه. وقتی که یک انسانی به آزادی میرسه از نفس خودش، نشانش، چون چجوری ما فکر کنیم که ما آیا توانستیم با نفس خودمون مبارزه کنیم یا هنوز درگیریم؟ انسانی که هنوز درگیره شب و روز فکرش در منافع خودشه، فردی. این انسان هنوز آزاد نیست، همش فکر این هستش که چیکار کنم پول بیشتری به دست بیارم، چیکار کنم. به قول یکی از این سخنگوها میگفت اکثر ما فکر ما تمام زندگی ما خواب رو بر خودمون حرام میکنیم که تعداد اتاق خواب هامون رو اضافه کنیم. حالا انسانی که درگیره به این منافع فردی است، این هنوز اسیره، آزاد نیست. انسان‌هایی که فکر این هستند که دیگران را چگونه سیر کنن، دیگران را چگونه هدایت کنن، دیگران رو چگونه به راه بیارن، اون انسان‌ها از قید خودشون به آزادی معنوی رسیدن، از اون اسارت نفسشون آزاد شدن. حالا این البته قسمت اول آزادی است، چون عرض کردم آزادی معنوی و آزادی اجتماعی باید با هم باشه. نمیشه که آزادی معنوی باشه آزادی اجتماعی نباشه یا برعکس. چیزی که دنیا امروزه میخواد این هستش که یا به همه چیز کافر باشید، بگید نخه بنده هیچ چیزی رو قبول ندارم، فقط خودم، هر چیزی که دلم بخواد اون رو انجام میدم و آزادم، هر جور دلم میخواد لباس بپوشم، هر جور دلم میخواد رفتار کنم، هر جور دلم میخواد صحبت کنم. اون چیزیست که دنیا الان اونهایی که دارن میگردانن دوست دارن مردم یا به این جهت برن که به همه چیز پشت پا بزنن یا به همه چیز تسلیم باشن. هر چی که رادیو، تلویزیون، مطبوعات، سخنگوها میگن اونو قبولش کنن. چون انسان‌ها همیشه یکی از این وزنه‌هاشون تو افراد مختلف سبک سنگین‌تره. یه عده‌ای هستن که همیشه دوست دارن پشت پا بزنن، یه عده‌ای هستن که آرام‌ترن، همیشه دوست دارن به اصطلاح منقاد باشن، تسلیم باشن. اونم هر دو جهت رو دارن که یا به همه چیز کافر باشی یا به همه چیز تسلیم باشی. اسلام می‌فرماید اینطور نیست. آزادی، چون آزادی در نسبی، آزادی ریلیتیو، یعنی بعد آزادی که ما نسبت به هم، اگه من دلم بخواد هر کاری بکنم، هر صحبتی بکنم، آزادی شما سلب میشه. به همین دلیل باید آزادی کافر به هر چه غیر خدا، ایمان به خداوند متعال. یک روزی پیامبر بزرگوار اسلام تشریف میبرن بین اصحاب صفه. اصحاب صفه افرادی بودند که از نظر مال دنیا فقیر، از نظر معنویت بسیار غنی بودند. اینها یه مدتی هم در مسجد پیغمبر بودند. بعد حضرت دستور می‌فرمایند در یک صفه در سکوهایی که در کنار خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده، اینها اونجا محل اجتماعشون باشه. با یکی از این افراد که صحبت میکنن میفرمایند که نظر شما نسبت به دنیا چیه؟ اون شخص میفرماید که به خدا قسم سنگ دنیا با طلای دنیا برای من یکیست. حضرت میفرماید به خدا که تو از آزادگانی.
وقتی که به اونجا برسه انسان که فکر کنه سنگ دنیا با تلاش یکسانه، وقتی به اونجا برسه که این دنیایی که قرار ما بذاریم و بریم فرقی نمیکنه آنچنان که انسان چقدر طلا داشته باشه یا چقدر سنگ داشته باشه، اون موقع به آزادی رسیده. خب این از آزادی معنوی. آزادی اجتماعی، رهایی از قیودی است که افراد بشر برای هم میسازن. چون انسان‌ها با رابطه هاشون، با قوانینی که بین هم میذارن، یک سری قید و بندهایی برای هم ایجاد میکنن. مثلا اگر شما بنده رو به مهمانی دعوت میکنید، من مقید میشم که باید بندم همین کار رو بلکه بهتر برای شما انجام بدن. اگر شما به بنده ناسزا بگید، بنده خودم رو مقید کنم که یک ناسزای بهتر پیدا کنم که به شما بگم. یعنی اون قیودی که انسان‌ها برای خودشون، حالا در هر جامعه‌ای در هر وضعیتی اینها فرق میکنه، قیدهایی که انسان‌ها خودشون برای خودشون فراهم میکنن. انسان اگر بتوانه خودش رو از این قیدها نجات بده، از این بندها نجات بده، از این اسارت نجات بده، به آزادی اجتماعی میرسه. حضرت علی علیه السلام میفرمایند دنیا مثل یک بازاری است. بازار جایی است که انسان‌ها با هم رابطه دارن. یک عده از افراد میان تو بازار خودشون رو میفروشن، یه عده میان خودشون رو بازخرید میکنن. حالا باید انسان ببینه که انسان از تو کدام دسته است، میاد خودش رو به قید و بندها میفروشه یا میاد خودش رو از قید و بندها نجات میده، به سمت خداوند حرکت میکنه. یک جمله‌ای دارن حضرت پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه، صلوات محبت بفرمایید، اگر این جمله رو هر کس دیگه‌ای از غربی ها گفته بود، بارها این رو در جاهای مختلف در میادین با سنگ ها با طلا می نوشتن. این از احادیث تکراری و مکرره. بعضی از احادیث هستش که حضرت یک بار فرمودن، یک جایی هم ضبط شده. بعضی از احادیث هست که حضرت به کرات در جاهای مختلف به مناسبت‌های مختلف فرمودن که این احادیث اهمیت بالاتری دارن. یعنی حضرت خواستن اهمیت رو برسانن، هر جا که فرصت مقتضی بوده حضرت یه بار اون حدیث رو فرمودن. مثل همون حدیثی که میفرماید من بین شما دو چیز رو باقی میگذارم، کتاب الله، کتاب خدا، قرآن و عترتم رو و اهل بیتم رو. به کرات حضرت فرمودن این مطلب رو. این رو هم که الان خدمت شما میخوام عرض کنم، حضرت به کرات فرمودن. هم حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه این رو آوردن، هم مرحوم کلینی در اصول کافی، که هر دو اینها 1000 سال قدمت داره، چیزی نیست که جدیداً جایی نوشته باشه. حضرت میفرمایند هیچ اجتماعی به آزادی نمیرسه، هیچ جامعه‌ای به آزادی و افتخار نمیرسه مگر آنکه در اون جامعه افراد مظلوم بتوانند در مقابل ظالم بایستند و بدون هیچ گونه ترس و واهمه‌ای حق خودشون رو طلب کنند. یعنی چی؟ یعنی اینکه مردم جامعه رو طوری تنظیم کنند، قراردادها، قانونها، قضات، دادگاه‌ها طوری باشه که افراد مظلوم که مورد ظلم واقع شدن بتوانند بایستن بدون اینکه هیچ گونه ترسی از جایی داشته باشن، حق خودشون رو طلب کنن. و این حق طلب کردن این یکی از زیباترین چیزهایی است که فقط دین اسلام توانسته این رو جا بیاندازه. چون شما شنیدید در
مثالهای مختلف هم در فارسی داریم هم در انگلیسی. میگن حق گرفتنی است نه دادنی. دوستان شنیدن؟ درسته؟ اسلام این رو قبول نداره. خداوند میفرماید حق هم دادنی است هم گرفتنی است و تنها مرامی که ضابطه حق دادنی رو قرار داده اسلامه. هیچ قانونی تا به حال نتوانسته بیاد و به یک کسی که حقی رو از کسی زایل کرده بگه تو حق این رو بده. اسلام اون رو از درون افراد درشون قرار داده. یعنی یک نفر که تو راه اسلام داره قدم میزنه، وقتی میبینه حق یک نفر در دستشه، یک چیزی از درونش میگه من این حق مال من نیست، من این رو باید بدم. وقتی که انسان از این دین خارج باشه، خب فکر میکنه که حالا که اون نمیتوانه بگیره، چرا من باید این حق رو بدم؟ بره دادگاه بگیره. باید به زور قانون و زور و سنبه باشه. ولی اسلام آمده از درون خود افراد به اونهایی که حق دستشون هست و باید بدن، یک نیروی در اینها قرار داده که حق رو بتوانن به حقدار برسانن. بعد از اون طرف هم به کسی که حقش گرفته شده، همینقدر که اسلام به اون کسی که حق دستشه توصیه کرده که باید حق رو بدید، به اون کسی هم که حقش در دست کسی است توصیه کرده 50-50 شما باید دنبال حقت بری و حقت رو بگیری. یعنی حق هم دادنی است هم گرفتنی. حالا من کوتاه کنم سخن رو. یکی از مطالبی که اینجا وقتی که آزادی اجتماعی و آزادی معنوی به میان میاد و گفتیم پیغمبر بزرگوار برای همه جهانیان فرستاده شده، میرسه به وضعیت ما با افرادی که در این جامعه با ما زندگی میکنن یا ما با اونها زندگی میکنیم، یعنی اهل کتاب. وظیفه ما در مقابل اهل کتاب چیه؟ آیا باید دائم اینها رو به اسلام دعوت کنیم؟ آیا باید با اینها بحث و گفتگو کنیم، مناظره کنیم؟ یکی از زیباترین راه‌هایی که خداوند به پیغمبرش میفرماید قل یا اهل الکتاب تعالوا. پیغمبر به اهل کتاب بگو. میگه فقط تنها چیزی که باید به اهل کتاب بگید اینه، بیایید تعالوا الی کلمة سواء بیننا، بیایید دور کلمه‌ای که بین ما مشترکه جمع شیم. بیایید دور کلمه‌ای که هم شما قبول دارید هم ما قبول داریم جمع شیم. الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. اون کلمه چیست؟ اون کلمه عبادت خداوند یگانه است. خداوند میفرماید ای پیغمبر به اهل کتاب فقط یه چیز باید بگی، بیایید اون خدایی که نه مال ماست نه مال شما. آخه گاهن ما فکر میکنیم که خدا مال ماست، بعد اونا بیان به جمع ما پیوندن. اونا هم دقیقا همین فکر رو میکنن، میگن نه خدای ما اینها گمراهن. نه، خدا مال همه است. اون خدایی که بین همه ما مشترکه، بیاید دور اون جمع شیم و فقط همون رو عبادت کنیم و هیچ شرک و شریکی براش قرار ندیم. یعنی همون آزادی معنوی که فقط خدا رو قبول کنیم و هیچ شرک دیگه، به همه چیز دیگه کافر باشیم. این آزادی معنوی یعنی تمام این مطالبی که گفتم در این آیه خلاصه میشه. این گفتیم آزادی دو بعد داره، آزادی معنوی، آزادی اجتماعی. آزادی معنوی هیچ چیزی رو غیر از خدا قبول نکنی، فقط خداوند رو. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و همدیگر رو هم استعمار نکنیم، استثمار نکنیم. یعنی آزادی اجتماعی، یعنی قید و بند برای همدیگه قرار ندیم، نخواهیم دست و پای همدیگر رو ببندیم. خداوند در این آیه میخواد بگی اگه میخواید شما بدانید با اهل کتاب چجوری باید رفتار کنید، هم بهشون آزادی اجتماعی بدید، هم آزادی معنوی، هم ازشون آزادی اجتماعی بخواید، هم آزادی معنوی. تنها چیزیست که باید با اهل کتاب
شما داشته باشید. بقیه کارا چی؟ با رفتارتون دیگه. صحبت تمامه، صحبت به همین جا. نه لازم نیست که ما بیایم، فقط بقیه کارها رو باید دعوت با رفتارمون باشه، با کردارمون باشه، که وقتی یه نفر نگاه میکنه بگه بله من از حرکات این جوان میفهمم که پیغمبر چه شخصیتی بوده، من از حرکت این خانم میفهمم حضرت فاطمه سلام الله علیها چه رفتاری داشته. بقیهش باید با رفتار و کردارمون باشه. تنها چیزی که باید به اینها بگیم که شما آزادی اجتماعی دارید، ما هم آزادی اجتماعی میخوایم، آزادی معنوی دارید، ما هم آزادی معنوی. که آزادی معنوی واقعا از آزادی اجتماعی سخت‌تره ها. از جنگ آمده بودن یاران پیغمبر خوشحال که پیروز شدیم اینها، بعد آمدن خدمت حضرت گفتن خیلی خوب شد ما به یک پیروزی بزرگ رسیدیم. حضرت فرمودن نه، به یک پیروزی کوچیک رسیدیم. عرض کردن چطور؟ پیروزی به این عظمت؟ فرمودن پیروزی بزرگ رو اون وقتی میرسید که از قید نفس خودتون آزاد کنید خودتون رو، اون پیروزی بزرگه، نه این پیروزی. همین آیه رو علامه بزرگوار، علامه طباطبایی، یک کتابی داره به نام شیعه در اسلام. تمام این کتاب خلاصه میشه در این جمله. من عین جمله از خدمت دوستان میخوانم. پیام شیعه به جهانیان یک جمله بیش نیست. پیام شیعه به جهانیان یک جمله بیش نیست. خدا را به یگانگی بشناسید. همین. علامه ای که واقعا وقتی که انسان این تفسیر المیزان رو میخوانه یقین پیدا میکنه که ایشان با عالم بالا ارتباط داشته، وگرنه مگه میشه از این جملاتی که مثلا صدها بار ما خواندیم یک همچین مفهومی انسان ازش در بیاره؟ میفرماید پیام شیعه به جهانیان فقط یک جمله است: بیایید خدا را به یگانگی بشناسید. مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته من غیر تو را ذاکر نیست. اشکم احرام طواف حرمت میبندد، گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست. بسته دام و قفس با چو مرغ وحشی، طائر صدره اگر در طلبت طائر نیست. عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار، مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست. از روان بخشی عیسی نزنم دم هرگز، از روان بخشی عیسی نزنم دم هرگز، زان که در روح فزایی چو لبت ماهر نیست. من که در آتش سودای تو آهی نزنم، کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست. روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم، روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم، که پریشانی این سلسله را آخر نیست. سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست، کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست. اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه محمد صلی الله علیه و آله، یا ابوالقاسم یا رسول الله یا امام الرحمه یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد